لایه محافظتی پوست و خارجی ترین لایه پوست از سلول های مرده پوست و پروتئین و لیپید تشکیل شده. سلول های مرده پوست مثل آجرهای این سطح هستند و لیپید و پروتئین هم مثل ملات بین این آجرها هستند و پوست رو در مقابل آسیب های بیرونی محافظت میکنه. بعضی عوامل خارج از کنترل ما هستند، مثل آلودگی هوا، عامل ژنتیک، بالا رفتن سن و نور خورشید، استفاده نامناسب از محصولات. اولین قدم ترمیم پوست آسیب دیده آبرسانی مرتبه، حذف شوینده های قوی و استفاده از شوینده های ملایم. استفاده از ترمیم کننده ها و محصولاتی که ترکیب های ترمیم کننده مثل پپتاید و سرامید دارن باعث میشه سد دفاعی پوست شما بازسازی بشه. اگه میخواین بدونید سد دفاعی پوست شما آسیب دیده یا نه، کلمه سد دفاعی رو کامنت کنید تا علائمش رو دایرکت براتون ارسال کنم.